وقتی که پادشاه که شدید دیگه مردم نصیحت نمی کند، می ترسد از نصیحت کردن. اون آدم هایی که شما را تعریف می کند شما بزرگ هستید گفته تعریف می کند، اگرچه شما بزرگ باشید هم اونها دوست شما نیستند. اگر شما ظالم باشید، اگر شما بدبختترین خلق الله تعالی باشید و مردم از شما فرشته تراشد، وای بر حال آنهایی که شما را تعریف کرده است. اونها را باید حکم قتل میداد. ای پادشاه، آن آدم هایی که تو را تعریف میکنه آنها دشمنی تو است. حتی اگر تو شخصی صالح باشی، شخصی که نمازها در جماعت به مردم امامتی میکنی، تو پادشاه هستی، حافظ قرآن هستی، پادشاه هستی، حافظ حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستی، از حق مردم میترسی، شبها نماز میخوانی، روزها در طاعت الله تعالی مشغول هستی، همین گونه پادشاه باشی و مردم تو را تعریف کنن، همون شخصایی که تو را تعریف کرد باید آنها را جزا میدادی. احث التراب علی وجه المداحین، خاک پاشید بر روی آنهایی که شما را تعریف کرد. اما اگر تو یک پادشاه ظالم باشی، یک پادشاهی که با الله تعالی مبارزه میبری، دین الله تعالی را تحقیر میکنی، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را حقارت میکنی، سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را تحقیر میکنی، شعائر دین الله تعالی را تحقیر میکنی، شریعت را دشنام میدهی، ضد دین الله تعالی مبارزه میبری و مردم تو را فرشته گویند، مردم تو را پیغمبر گویند، مردم تو را بزرگ شمارند، وای بر حال آن آدم هایی که تو را تعریف میکند، وای بر حال تو که آنها را جزا نمیدی، اونها دشمنای تو هستند. و خوشا به حال آنهایی که در روبروی سلطان ظالم سخن حق را میگوید. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که بزرگترین شهید حمزه ابن عبدالمطلب، یعنی عمک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و من قال کلمت الحق عند سلطان جائر، و آن آدمی که در نزد سلطان ظالم سخن حق گفت و سپس کشته شد. این آدم بعد حمزه مرتبهش بزرگترین شهید است.